سلام بینندگان عزیز، امروز دوشنبه 9 دکبر است. ساعت به وقت شهری پراگ رسیده. حالا فرصت اعلان سرخط موضوعهای برنامه خبری امروز فرا رسید که به سهم شما میرسانم. شکل کامل این و گزارش‌های خبری دیگر را در برنامه اخبار آزادی ساعت رس و یک در پخش مستقیم و هم ثبت آن را در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب میتوانید تماشا کنید. بانک ها روزی شنبه و یک شنبه در خدمت بودند. در بانک ملی روزی 9 دکبر به رادیو آزادی گفتند تصمیم فعال بودن فیلیال بانک ها در روزهای استراحتی به پیش آمدن طلبات به خدمت رسانی آنها است و اگر هفته آینده نیز این وضع تغییر نکند تشکیلات های قرضدهی در سراسر کشور آماده‌اند به مشتریان خدمت رسانند. از خدمات مطبوعات این بانک گفتند حالا تنها انتقال پول با واسطه نظام زلطه کرونا ناممکن بوده. یونیستریم و کانتاکت فعال هستند و همچنان امکان ارسال مبلغ توسط کارت ملی و کیوی والت که به زبان روسی کیوی کشلاک نام دارد امکان پذیر است. تفصیلات را در این باره در برنامه خبری پیشنهادی شما خواهیم کرد. همه را نام نویس میکنند و ایزی انگشتان را میگیرند. مقامات انتظامی حجت‌های صاحبکاری همه تاجران بازار کلانترین شهر دوشنبه کاروان را از نو به قید میگیرند. همکاری ما در این رابطه با تاجران و هم مقامات هم صحبت شده ضرورت این اقدام را پرسید. بعد کمتر از 3 ساعت دیگر برایتان در این باره معلومات مفصل میدهیم. یادآور میشم که این کار بعد آن راه اندازی شده است که ماه پیش با دیدبانگاه مرزی تاجیکستان و ازبکستان اشقابات حمله صورت گرفت. طبق معلومات منابع رادیو آزادی در این حمله از جمله نفر دخیل است که تاجر بازاری کاروان بوده است. مرکز امریکایی در شهر دوشنبه صحنه‌های مختلفی زور آوری و لطوکوب زنان و پیامد آنها را به نمایش گذاشت. در این صحنه‌ها زنان در نقش‌های مختلف، یکی با سر و روی سیاه و کبود و یکی هم چهره پر از ترس و وهم حالتی زنان خشونت دیده را تصویر کردند. همچنین یک مهمان این چاره‌بینی زنی بود که با وجود رسما جدا شدن از شوهر در خانه او مسکون و پیوسته از سوی همسرش تجاوز می شد. در برابر تقدیر این زنها و عموما موضوع خشونت در برنامه امروز گزارش خواهیم داشت. صبح امروز در یکی از جزیره های زلندی نو ولکان روشن شده. چند سیاح در اسارت آن ماندند. در جزیره ولکان هنگام به وقوع پیوست که 100 نفر قرار داشتند. سرنوشت آنها هنوز معلوم نیست. گروه های نجات به آنجا سفربر شدند. اگر تا شروع برنامه تفصیلات در این زمینه به دست ما رسید برای شما خبر خواهیم داد. مقامات حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان میگویند از داخل کولی جوانان در شهر دوشنبه جسدی مرد را پیدا کردند که نزدیک یک ماه باز بی‌درک بود. سامانه اخبار.com نوشته است که جسد مرد پیدا شده یک کارمند دادستانی حربی می باشد. مقامات چنین چیزی را تصدیق و یا رد نمی کنند. دفتر مطبوعات کمیته حالتهای فوق‌العاده میگوید جسد مرد 41 ساله بعد از ظهر 8 دکبر پیدا شده است. امید یوسفی سخنگوی کمیته حالتهای فوق‌العاده گفت این مرد سنه 17 نوامبر از خانه برآمده بی‌درک شده بود و روز گذشته کارمندان این کمیته جسد او را از آب بیرون برآوردند. و همچنین درباره ترانه نوی فیروزه حفیظ و آوازخوان تاجیک میگوییم که همگی بعد یک روزی نشرش از شبکه یوتیوب با تقاضای مقامات پاک کرده شده است. خود آوازخوان میگوید این آهنگ اصلا هجوی و جواب به آنهایی بود که در شبکه‌های اجتماعی نسبتش بدگویی می‌کردند. ضمناً نوار این سرود که از سوی افراد علاهیده نسخه برداری شده است در صحیفه‌های اجتماعی هنوز چرخ می‌زند. بیننده ارجمند، ما هر لحظه خبر و حادثه های تاجیکستان و جهان را پیگیری میکنیم. در برنامه اخبار شما را با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان آشنا میسازیم. تا کمتر از 3 ساعت دیگر ما را در پخش زنده در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب و هم صحیفه های رادیو آزادی در فیسبوک و ادنا کلاسیکی همراهی کنید.